و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله، این حدیث صحیح است. اه، اه، ارسل ملک الموت، ملک الموت فرستاده شد به الی موسی علیه السلام، به طرف موسی علیه السلام. فلما جاء سکه، هر وقت که آمد ملک الموت پیش موسی علیه السلام، سکه موسی علیه السلام او را زد، فقفع عینه و چشمش کشید، یعنی یک مش زدش، چشمش بر آمد. خب به صورت انسان آمده بود دیگه. فرج الی ربی، به طرف رب خدا، فقال، گفت که ملک الموت ارسلتنی لعبد لا یرید الموت، مرا به طرف بنده روان که اراده موت نداره. فرد الله عز وجل. سعی کنید الله متعال به خاطر احترام ملائکه، به صرف انبیا خاص است، ملک الموت روان میکنه، باز میگه که میخوای که روحت گرفته شه یا نه، یعنی اختیار میده به دیگه کس نه، این به انبیا خاص است. باز میگه این پیش ربش آمد، گفت که تو مرا به طرف بنده روان کردی که مرگ نمیخواه. فرد الله وزل عینه، و میگه الله متعال چشم زیر باز گردن، گفت برو الی به طرف از او موسی علیه السلام، فقل له یده علامت نصار، گفت دست در پشت گوبان، فلو بکل ما غطت یده، از برای ازی به تمام آنچه که دستش میپوشاند هر موی که است 1 سال عمر میتون، ولی بعد مرگ است. خالق ای رب، ثم ما قال الموت، بعد از اون میگه ملائکه آمد، گفت بگی اگر میخوای عمر زیاد شه اینقدر به اندازه موی اینمی گاو که در پشتش ماندیم عمرت، ولی بعد از اون گفت ای رب بعد چی میشه؟ گفت موت است، مرگ. قال گفت الان، بعد از اون موسی که آل میخواد. فسأل الله عز وجل ایون یوم من الارض مقدس، از الله سوال کرد که به زمین مقدسه، یعنی در امو بیت المقدس نزدیکش کنه، رمیتن به حجر، یعنی یک پرتش دمون نزدیک از او. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فلو کنتو، اگر ما بودم، ثم لاوریتکم قبرش نشان میدم به جانب طریق تحت کثیب الاحمر، در زیر ریگای سرخ است. این خب حدیث، بله خب بخاری مسلم قوی صحیح است، هیچ مشکل نداره، یه حدیث صحیح. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برای مسافر بسیار اقوال مختلف است که نمازش قصر میشه. در یک چیز اتفاق است که در جریان سفر مسافر قصر بکنه، اما ای که چه وقت در یک جایی بانه که نماز خدا پورا بخونه، بعضی میگه هر وقت که قدر مسافر باشه و قصر بخونه. اما صحیح همیست والله علم، بسیار بعضی علما میره مفتیام ترجیح داده اگر 4 روز، جمهور علما اکثر مجتهدین میگه اگر 4 روز پوره کسی در جای می باشه، نیت میکنه که ما 4 روز اینجا هستم، باز پوره بخونه دیگه. اگر از او کم است باز اون مسافرانه بخونه، و اگر نه میگه نه امروز میرم فردا تا 4 روز هم نمی باشه، باز اون مسافر است تا هر وقتی که می باشه دیگه. این یک موضوع اجتهادی، دلایل زیاد است، همیشه خوبتر است همین چیزی که من گفتم. بعد و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال کردم برادر ما که یک نفر از خانه خود هجرت میکنه، یک جای میره، تا چه وقت میتونه نماز مسافرانه بخونه؟ در همی که چه وقت تیر شوه بسیار اقوال است. مثلا مذهب حنفی 15 روز گفته، بعضی 4 روز، بعضی خب اقوال زیاد است، اما زیاد که در این وسط است. خب تا چه وقت مسافرانه و تا چه وقت نه. اما یک چیزی که من دیدم و اکثریت علما و مجتهدین هم میره میگه و همین راجح تر است به نظر من، شیخ ابن باز هم میره تایید کرده، همین 4 روز که تیر شد، 4 روز که در جای نیت کردی می باشی، 4 روز مکمل اراده کردی که من در این مکان هستم، در جریان راه مسافر هستی، در جایی که اقامه میکنی زندگی میکنی، 4 روز اگر فهمیدی میشه نماز ده، خلاص دیگه از قصر بیرون شو، پورا خوانده برو، هم روزه بگه هم کار دیگه که عبادات مکمل انجام بده. همین راجع تر و همین خوب است، همین نظر، همین فتوا خوب است. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام محترم، بروسی بچه کاکای خود نرفته؟ سوال کرد برادر من که چون که آنجا موسیقی بود، رابطه رو میگرد قطع میکنه. نرفتی، خوب کردی، کار اسلام کردی، جای حرام ممنوع است، موسیقی حرام است و خوب کار کردی که نرفتی. او که میگه قطع میکنم، بکنه دلش، من گفتم رضای الله بهتر است. خوب گپ زدی، گپ مطابق شریعت است.
خب خیر تو قطع نکو، یعنی این کار کرد دیگه وقت برو اصلاحش که دعوت به سرش کار کرده برو که اصلاح شد. قطع کرد و مساد قار است خب، ولی تو چی نکن. اگه دیدی که باز نصیحت هم قبول نمیکن بغل پس شو. فاسق است، فاسق چی بگی؟ فاصله بگی خب. فاسق فاجر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در نماز شام یک رکعت گرفتین دیگه شما که استاد شدین، یک رکعت دیگه بخونین باز بشینین، باز استاد شدین یک رکعت دیگه را بخونین. موفق باش. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نماز جمعه نیده بود تو سرزمینی که جمعه نمانه، خو اجرات فرض است و جریلا بودین حضور شده نمیتانه. امی ایران بدترین کشورهایی که بر سنیا جایز نیست، اجازه نمیتونه مسجد تا دیگه تمام کشورهای کفری بر مسلمان و سنی ها اجازه میتونه، مسجد و نمیتونه. وجه زندگی کردن حرام است، ناجایز است. حضور شدن نمیتونه وجه را ترک کنی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در کشور ترکیه گفتن هستیم، سوال کردن زندگی میکنیم داخل مساجد خیلی بدعت است، آیا میشه در چنین امام های نماز خوان؟ امی سوال تا صحیح نوشته کنین خب. دیدین صحیح نبود امور را جور کنین، زمین نوشتهش صحیح بکنین خب. دیگه خیلی بدعت چی بدعت هست، تا که بدعت به شرک نرسه نماز پشتش میشه خب. و ایاکم خیر و جزا. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب سوال کردن یکی از مشترکینی که در گروپ عقیده توحید و کتاب فضل المجید شرح توحید هستن. الحمدلله ما خوب هستیم. چه قسم میتونیم عقیده خدا کامل بسازیم؟ گفتیم قرآن را گوش کنیم، وحی را خدا کامل ساخت. پیش از قرآن عقیده نداشت نه صحابه، حتی بیدین بیمان بودن. وقت قرآن آمد عقیدهشان کامل. قرآن بار بار بشنوی و همین عقیده توحید که ما درس میتیم نه، ایره آیت قرآن حدیث است، ایره بار بار بشنوی و حدیث پیامبر صلی الله علیه و بشنوی. با وحی زیاد و زیاد قرآن با تدبر بخوان، معنا علم یاد بگیری و اخلاص داشته باشید. دعا بکنی که الله عقیده کامل بکن، باز انشالله میشه. مثلا باز گفتین درست با توکل خود عمل نمیکنیم، چون بتوان قسمت در گفتن عمل میکنیم گویا که این کار ما شده. توکل باید بفهمید، توکلی است که اعتماد به الله میکنی، جای اسباب است اسباب آماده کن، سبب جور میکنی باز اعتماد به الله میکنی. مثلا یک جای میری موتر داری، موتر تا خوب در جای محفوظ باز توکل بکن. این تو نگو که موتر در جای میمانی قلف نیست دیگه نیست محفوظ جای نیست باز می توکل به الله، باز که گم شد میگی چه قسم توکل بود. توکل اعتماد فقط به الله باشه، سر اسباب استعمال کو و سر اسباب هیچ اعتماد نکو، هر اسباب استعمال بکن دیگه. ای بار بار قرآن شنیدن سنت و با اهل توحید و اهل ایمان زندگی کردن در جای خوب و دعا کردن که الله مرا اصلاح بساز در جایی که مردم های نیک است. اینمی چی سبب تکمیل ایمان انسان میشه. موفق. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال کردن که اگر کسی خب تشکر که سپاسگزاری کردن از پیام حق و رساندن عقیده توحید. گفتن در مورد عقیده این اگر نماز فرض ترک کردن حکم آن از نظر قرآن حدیث است. ترک نماز یا ایست که فراموش میشه، بعضی وقت یا خوابش میبره، یعنی معذور است یا مریض میباشه نمیتونه، او جداست. اما اگر کسی جور است و زر نداره وقت نماز میشه قصدا نماز ترک میکنه با وجودی که میفهمه، اکثر دلایل همی است که کافر میشه، از ایمان بیرون میشه. یعنی انسان زیرا صحابه میگه که العهد الذی بیننا و بین الصلاة فمن ترکها فقد کفر. پیمانی که در بین ما و کافرها بود نماز بود، کسی که را ترک کنه کافر میشه. قصدی ترکش یعنی کسی خوب بفهمه حکمشه
برش بگویی و بفهمانیشم باز نخوانه دیگه. از ایمان میره. بسیار دلایل وجود داره. اگر که بعضی ها میگه فاسق میشه، بسیار به کفر نزدیک میشه، اما صحیح میره بیرون میره. کوشش کنیم که نمازهای خدا پابندی کنیم، زیرا جهنمی ها که در آتش میره قالوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، میگه ما نماز نمیخواندیم. ولم نکن نطعم المسکین. در آتش جهنم که میرن اولین جرم خدا میگه نماز نمیخواندیم. دوم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. بعد از اینا دیگه مردم ها الله میگه آمد عذاب نماز ضایع کردن، تابعداری شهوات کردن، دود از آتش جهنم برن. و ای بسیار جرمش بالا است. حکم صلات امام محمد بن حنبل هم میگه که از ایمان بیرون میشه اگر که اختلاف است، ولی صحیح از نظر دلایل همی است. الله حفاظت کنه ما شما را از بینمازی. دیگه ای دوست ما که سوال جواب دادن که نماز نباید ترک گردد، شخص بینماز شیطان بدتر است. این گپ نگوین دوستا. شخص بینماز و شیطان بدترین از که بد نیست. میگه چرا که شیطان نماز را ترک نکرد، یعنی بر الله سبحان سجده نکرد، چرا انسان سجده را بر الله سبحانه ترک کنه. چی کرد؟ ودام نشته کرده. میگه چرا که شیطان نماز را ترک نکرد، یعنی برای الله سبحانه سجده را ترک نکرد. چطور نکرد؟ خب شما جواب ندین. خب یا عبدالوحید جانم مردم رو بفهمان، مدیر دیگه ما هست، هر کس پیش خود جواب نده. خب زیر جوابایتان گرد و فتوا دادن در چیزی که میفهمی انسان از ایمان بیرون میکنه. ایمان انسان در خطر میفته، زیرا افترا به الله است. الله میومن از ممن افترا الله کذبا. کسی که الان ظالم از کسی که به الله دروغ جور میکنه یا با پیامبر دروغ جور، به علم فتوا نه. صورتی که کدام مشکل نباشه، مشکل جدی نباشه و سرزمین اسلامی هم بتانه زندگی کنه. باز اگر مشکل داشت، یعنی جانش در خطر بود یا دیگه مشکلات در کشور کفری ما، عقیدهش دیگه اعمال انجام بده اما قانون را قبول نکند، کوشش کنه قانون اسلام رو نافذ کنه، دیگه در این عقیدهش مشکل ایجاد نمیشه. در کشور اسلامی هم اقتصاد مطابق دین اسلام نیست، اما میتونی که عمل بکنی. در اونجا باز نمیتونی، اونجا بسیار سود است و چی است. در کشورهای کفری کل سیستمش خراب است، حتی به زور عملی میکنه. در اینجا باز نیست به زور. و فعلا یادم نیست دیگه چند در کشورهای کفری نمیشه انجام داد. باید قانون ولی مسلمان هم میخوابرن قانون خلاف الله را قبول کردن خود باید تاگیده بازی کنیم و مسلمان خدا بیرون کنیم. اینمیست دیگه آیات ها خدایی باره بسیار زیاد است. باز انشالله دم کتاب هم میه احادیث همون آیاتی است که ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها. کسایی که در سرزمین کفری زندگی میکنن ملائکه که روحشان میگیره میگه چرا هجرت نکردیم؟ اونا میگن ضعیف بودیم. الله میگه که زمین الله فراخ بود، چرا در دیگر سرزمین نرفتیم؟ کسایی که اینا عذر نداشت اونجا باقی موندن، جایز اونا در آتش هست. الا الذین الله باز استثناء میکنه مگر کسایی که لا یجدون حیلتا، توانایی ندارن یعنی بیرون شوند، اونا مستثنا. در غیر از او زندگی حرام است. و پیامبر میگه که انا بری من کل مسلم یقیم بین مشرکین، ما بیزار است مادر مسلمانی که در بین مشرکین زندگی میکنه، مگر کسایی که جانشان 100% در خطر باشد یا یک جانش تهدید به مرگ باشد، او میتونه او موقت باشد دیگه. زودتری ما خدا بیرون کنه. اگر قانون کفری را قبول کنه کافر میشه، اما اگر به زور سرش عملی کنه از ایمان نمیبره. سوال کردن که ایمان خالص با ذات خداوند متعال را چگونه میتوان حاصل نمود؟ یکی الله بگوین. خب وجه خداوند تا ذره شک در قلب ما در مورد وجود الله ویدا نگردد. قرآن سنت گفتیم وحی را بخواین، قرآن را بشنوین. تفسیر ما گروه تفسیر هم داریم، امور را بشنوین. خب تفسیر استاد محمد معروف راسخ و دیگه در می عقیده دی شرکت کنین انشاءالله کل شک و شبهات از بین میره.
السلام و رحمت الله و برکاته. گفتن اگر در بیابان باشیم صدای اذان را نشنویم چی میشه؟ اذان بتیم. اما اذان دادن ضروری است، حتی دلایل بعضش میگه که واجب است. اذان بتین باز بخوانین. اگر دو سه نفر بود جماعت بکنیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر برای تفریح جمعه در دشت برای نماز جمعه در دشت میتوان خواند، چون از شهر فاصله دوره، تعداد موحدین هم زیاد نیست. تفریح گوش کنید، در روز جمعه تفریح نرین. روز جمعه به خاطر عبادت است و اطاعت خوردن از قبل. دیگه کوشش کنیم که تفریح در روز جمعه تفریح نرین. روز جمعه به خاطر عبادت است و اطاعت است. صحابه عادتشانی بود که از طرف صبح که نماز میخواندن باز آمادگی میگرفتن، حتی خواب نمیشدن، غسل میکردن، عطر میزدن، به مسجد میامدن، سوره کهف میخواندن، دیگه سوره ها را از عبادات میکردن تا که نماز میخواندن، با بعد از اون میرفتن خواب میشدن و حتی غذا را نمیخوردن از قبل. دیگه کوشش کنیم که تفریح نکنیم. و اگر تفریح میکنین در روز جمعه در جای برین که اونجا نماز جمعه تانم در مسجد بخوانیم. ولی یک بدعت دیگه جور میشه، صحابه کارو نمیکنه. جزاکم الله خیرا جوان مرد عزیز استاد گرامی. بله از پیام‌های بیجا و هر کس سوالم جواب ندین، ما سوال جواب میتم خودم انشالله. و یکدیگر را تحقیر و توهین هم نکنین و احترام یکدیگر را بکنین و یک پول فقط خودتان مطرح کنین. دوم در بخش عقیده گفتیم. موفق مایت باشه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سه نماز جمعه اگر سربستر فرش و قصدی که باشه یک نماز هم خانه گفتیم حکمش خطرناک است که از ایمان بیرون میشه. سه نماز به خاطر سستی اگر باشه در حدیث میاد میده قلب از این مهر زده میشه، مهر بیدینی. الله نجات بتایی، حدیث صحیح است. بسیار گناه کلان است. هر نماز یک نماز هم ترک نکنه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال کردم برادر ما که در خارج از کشور هستم، برای همیشه میتونم نماز ظهر و با عصر جمع بین صلاتان کنم، چون که نماز عصر همیشه نکنم. نه برای همیشه گناه است، خلاف بدعت میشه. بعضی وقت مشکل بود و اگر کار بار میکنین چرا قضا شد کارتان تنظیم کنین. برای همیشه نیست، بعضی اوقات است، مثلا در سفر است یا بعضی اوقات کدام مشکل باشه. پیامبر 5 وقت نماز میگه فرض شده، نه که بس خب از 4 وقت یا 3 وقت میشه، نه 3 وقت نیست. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب در بخش عقیده کسی به قبل سجده میکنه، قبل سجده میکند بله از ایمان بیرون میشه. سجده فقط به الله است و کسی که این مشرک را عذر میده دیده و دانسته نکنه. البته میگه نمیدانه چی. عذر دادن صحیح نیست برای مشرک، عذر دادن درست نیست. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برای مسافر بسیار اقوال مختلف است که نمازش قصر میشه. یک چیز اتفاق است که در جریان سفر مسافر قصر بکنه، اما ای که چقدر وقت در یک جایی بانه که نماز خدا پوره بخونه، بعضی میگه هر وقت که قدر مسافر باشه و قصر بخونه. اما صحیح همیست والله علم. بسیار بعضی علما میره مفتیام ترجیح داده اگر 4 روز، جمهور علما اکثر مجتهدین میگه اگر 4 روز پوره کسی در جای می باشه نیت میکنه که ما 4 روز اینجا هستم باز پوره بخونه. دیگه اگر از او کم است باز اون مسافرانه بخونه. و اگر نه میگه نه امروز میرم فردا تا 4 روز هم نمی باشه باز اون مسافر است تا هر وقتی که می باشه. دیگه این یک موضوع اجتهادی، دلایل زیاد است، همیشه خوبتر است همین چیزی که من گفتم. بعد و علیکم السلام. الله توفیق توبه بکنین، بله از هر گناه الله میبخشه. توبه که دیگه گناه رو نکنین. و دیگه گفتین اگر روزه گرفتنتون قضایی هر وقت میاد قضایی هایتان شروع کنین تا رمضان که آمد نمیشه قضایی هایتان بگیرین. الله توفیق اعمال خیر نصیبتان کنه. و علیکم السلام.